با تشکر از شما مردم قهرمان و حاضر در صحنه و مجاهدان سنگرنشین و کمیته فرهنگی حزب وحدت حرکت اسلامی، شورای مساجد و اتحادیه تعاون اسلامی که امروز این جلسه بزرگ را برای بزرگداشت از شهدای عزیز تشکیل دادند. با اجازه اساتید عظام و مسئولین بزرگ، دوستان جناب آیت الله شیخ زاده، شما میدانین که من اهل سخنرانی و اینها نیستم. برای شما مردم باید دانشمندان و خطیبان سخنرانی بکنند، ولی ازی که در کنار شما مردم اینجا هستم و یک سری مصایب و مشکلاتی که برای شما در جنگ اخیر به وجود آمد که من در کنار شما افتخار حضور داشتم، از اینه که در تاریخ نسل آینده ما این حوادث منعکس باشد تا نسل‌های مردم ما در آینده از شرایط سختی که شما مردم تحمل کردین آگاهی پیدا کنند. موظف شدم که این حوادث را بازگو کنم که تا شما مردم در 2 سال و 8 ماه به جان و پست و گوشتتان لمس کردین، ولی نسل‌های آینده ما هم آگاه باشند و بخوانند و تجربه بگیرند. روی این موضوع امروز از باب مقدمه یک مقدار گذرا در رابطه با آیه شریفه که عنوان مجلس خدمتتان قرائت شد بحث میکنم و درگیری جهانی در جهان و در افغانستان سری چیست بحث میکنم و باز در رابطه با جنگ اخیر و توطئه‌ای که در اینجا بوده و با حضور شما و مقاومت فرزندان شما این توطئه خنثی شده است. شاید وقت برایم اجازه نده که همه این توطئه و عمل کردی تعدادی که دست به خیانت زدن و علیه مردمشان قرار گرفتن بیان کنم، ولی ای را 2 بخش میکنم. یک بخشش را در این جلسه خدمت شما بیان میکنم، بخش دیگر را
به یک وقت و زمان دیگر. و مسئله اخیرم که ضرورت داره، یک مقدار باید در رابطه با اوضاع فعلی و وضعیت موجود برای شما صحبت کنم. حالا برمیگردیم به مطلب اول که برای مقدمه خدمتتان گفتم عرض میکنم. امروز وقتی که در جهان چشم میاندازیم و نگاه میکنیم، دو تا تضاد وجود داره. یک تضاد نژادی است. شما امروز رادیوها را که گوش کنین، احوالات ملت‌های دنیا را وقتی که زیر ذربین بیاندازین و نگاه کنین، درگیری و جنگ و جدال سر مسئله نژاد است. یک جا مسئله دیگر در دنیا رو مسئله مذهب نزاع دارن. این دو تا نزاع در دنیا وجود دارن. شما اگر قضیه فلسطین را عمیقاً مطالعه بکنین، از این دو تا تضاد خارج نیست. شما اگر امروز چچن را مطالعه بکنین که روسا هجوم میبره و مسلمان ها را اونجا شدیدترین بمباردمان و خسارات برایشان انجام میده، از این دو تا تضاد بیرون نیست. امروز اگر شما کشمیر را مطالعه بکنین که این دوها بدترین وضع را در اونجا سر مسلمان ها به وجود آورده، از این دو تضاد بیرون نیست. امروز اگر شما افغانستان را عمیق مطالعه بکنین، در نظر بگیرین، تاریخش از این دو تا تضاد بیرون نیست. این دو تا تضاد در بین جوامع بشری وجود دارد. یا مسئله کشمکش نژادی است. جنگ های اول و دوم جهان شما مطالعه بکنین، از این دو تا تضاد بیرون نیست. 250 سال تاریخ افغانستان را مطالعه بکنین، از این دو تا تضاد خارج نیست. فعلا هم که 2 سال و 8 ماه جنگا، از این دو تضاد خارج نیست. وقتی که میبینیم در اینجا دنیا گرفتار دو تا تضاد است و امروز رادیوهایی که در افغانستان هست، 2 تا رادیو وجود داره، هر شب که گوش بکنین خبرش تحلیلش، باز از این تضاد و از این درگیری مستقیم و غیر مستقیم حرف میزنن. ما در اینجا ضروری است که ببینیم که اسلام عزیز که وقتی یک دین همه جانبه، یک دعوت برای نجات بشریت، یک دعوت زنده و جاودان به حساب قرآن کریم در بین بشریت عرضه داشته است، در این تضاد اجتماعی چه گفته است؟ ما میبینیم در اینجا
قرآن کریم خطاب میکنه به ناس، یعنی مردم. یا ایها الناس، ای مردم. بدور از رعایت اینی که تو مردم مؤمن هستی یا غیر مؤمن هستی، بدور از این مردمی که تو مردم الان پیروی مسیح هستی یا پیروی اسلام هستی، پیروی موسی هستی، یا اصلا پیروی از ادیان را قبول نداری، صدا میزنه که یا ایها الناس، ای مردم، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. در این جایی که شما را همه ایتان را، اگر مسیحیین، اگر مسلمانین، اگر یهودیین، اگر بوداییین، اگر لادین هستین، همه ایتان از یک زن و مرد خلق کردیم. لذا در اینجا هیچ تبعیضی نیست در خلقت. اینجا نگفتن که تعدادی را از 2 مرد و 1 زن خلق کردیم، میگه از 1 مرد و 1 زن خلق کردیم. در خلقتتان هیچ تبعیض نیست و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله قرار دادیم. حرف در اینجاست. اسلام می آید در اینه که قیافه ها فرق دارد، نجات ها فرق دارد، سه هم اگذاره مگه ما شما را قبیله قبیله خلق کردیم. چرا قبیله قبیله خلق کردیم؟ لتعارفوا، تا یک دیگر را بشناسیم. پس در اینجا میاییم میبینیم که مسئله این قوم و آن قوم به نام قومش یاد شوه، به نام طایفش یاد شوه، اسلام صحه گذاشته و ایر خبر داده، جرم نیست. اگر ما میگیم ازاره، اگر ما میگیم تاجیک، اگر ما میگیم پشتون، اگر ما میگیم ازبک، اینجا به گفتن ازاره و ازبک و تاجیک و پشتون و باقی اقوام وقتی که اسم میبریم، این از نظر اسلام محکومیت نداره. اسلام آمده خبر داده در این آیه که ما شما را از خاطر شناسایی و بشناسین که از کدام قبیله هستین قبیله قبیله قرار دادیم. یک صلواتی. این به عنوان مقدمه است درباره وضعیت افغانستان که آمدم صحبت میکنم که چرا پس اینی که اسلام آورده صحه گذاشته این مسئله را چرا ازاره بودن جرم است. تا اینجا را اسلام آمده صحه گذاشته. آیا برای این خلقت و برای این نوع خلق کردن و شعبه شعبه قرار دادن، قوم قوم قرار دادن فضیلت است؟ برای شناسایی بله، ما قبول داریم میگن. آیا فضیلت هم هست یا نه؟ کسی بیای ادعا بکنه سر دیگری که ما برتر هستم و صاحب امتیاز هستم. قرآن میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم.
ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم، شما را شعبه شعبه و قوم قوم قرار دادیم، ولی کرامی ترین شما در نزد خدا متقی ترین شماست. متقی یعنی چی؟ کسی که قانون را رعایت میکنه. تقوا را هر چیزی و هر کسی هر معنا کرده باشه، خوبترین معنایش این است که حالت و ملکه برای انسان باشه. برای باز من معتقدم، برداشتم این است که در اینجا هم صدای رسای قرآن محدود نیست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کرامی ترین شما، متقی ترین شما در نزد خدا هستین. باز اختصاصی به اسلام نداره. ما میتونیم از اینجا استفاده کنیم که اگر یک مسیحی دستورات حضرت مسیح را رعایت میکنه، قانون حضرت مسیح را رعایت میکنه، در بین مسیحی‌ها پیش خدا با فضیلت است. اگر یک عیسوی موسایی باز قانون حضرت موسی را رعایت میکنه، این کرامی است. باز در اینجا مالی این قوم و اون قوم نیست. مسابقه گذاشته برای تکامل جامعه بشریت که شما اقوام مختلف، صورتهای مختلف، شکلهای مختلف، زبانهای مختلف، نژادهای مختلف، هر کدامتان آزادین که قانون خدا را خوب رعایت کردین، پیش ما کرامه ترین شماست. باز میبینیم که در اینجا امتیازی که داده، باز امتیاز رو تبعیض نیست، رو عمومی است. خب حالی که این مسئله را آمده، دنیا چرا برای این مسئله نزاع داره؟ برای سلب حقوق یک تعداد نزاع در میگیره بین جامعه. اگر نزاع در دنیا سر مذهب هست، مذهبی سر مذهب دیگر ظلم میکنه، حق مذهبیش را برایش نمیده و نفی میکنه، نزاعست. اگر در دنیا رو مسئله نجات نزاع است، نجاتی با نجات دیگر ظلم میکنه و حقش حذف میکنه. صلواتی. با اجازه اساتید و دانشمندان، در فلسفه اسلامی مقوله است به نام وجود و عدم. فلاسفه عزیز اسلامی مسئله وجود را خیر میدانه و مسئله عدم را شر میدانه. یعنی چی؟ میگه هر چه در دنیا شر است از عدمه، هر چی در دنیا خیر است وجود است. این را در فلسفه اثبات کرده و هست. چرا در اجتماع که بیاییم مسئله را میبینیم، میگه در اینجا وجود اقوام شر نیست، سلب حقوق یک تعداد شر است. یک نفر در جامعه اگر میآید کسی را میکشه، از اون کشتن و حیاتش را به عدم بردن شر است. اگر خانه منهدم میشه،
عدم این خانه شر است، وجود شر نیست. لذا میبینیم که در اینجا فلاسفه در اولش بحث کرده شر و خیر را، امروز آمده این وجود و عدم شده. بعد گیر کرده بودن در این مسئله که شر را کی آفریدن، خیر را، یا وجود را کی آفریده، عدم را. یک بحث فلسفی است که ما در اینجا وارد نمیشیم، ولی یک اشاره کردیم گرفتاری بشریت رو این مسئله است، رو مسئله حذف و رو مسئله ضایع کردن حقوق یکدیگر، چه مذهبی چه مسئله نژادی. جنجال بشریت و دنیا سر این مسئله است. جنجال افغانستان هم برای این مسئله است. اگر اقوام ساکن در افغانستان برایشان هویت و شخصیت و حقوق نخواهد، دیگه اینجا جنجال نیست. اگر کسی در اینجا ظلم نکنه، حق دیگری را ضایع نکنه، دیگه جنجال نیست. کل جنجال ها و درگیری ها تو این مسئله است، رو این امتیاز طلبی است. این امتیاز طلبی یک دفعه در چهره مذهب است، یک دفعه در چهره نژاد است. ما معتقدیم که امروز فعلا جریانی که در افغانستان جریان داره مسئله نجات است. مذهب هست، تضادش کمرنگ است. تضاد اصلی مسئله نجات است. این یک مقدمه بود که در رابطه با آیه شریفه خواستم خدمت شما برادران توضیح بدم. اما مسئله 2 سال و 8 ماه اخیر که دوران پیروزی جهاد به حساب میره، که متاسفانه اونقدر بد عمل شد، اونقدر در کشور فاجعه آفریده شد که نمیتوان الان اون افتخار جهادی را با افتخار یاد کرد. باید برای روشن شدن مسئله